اینطوری هم غمگینه هم غلط. گرفتم برو زب برو. بس قشنگ میره دیگه. آقا ضبط میشه. گنج به من گنج بازه چرا شست من دروازه شست نه دست درازه شور میشه. ما شما رو دوست داریم. دوست مجید دوست داریم. والا چی خوب بود تا اون تصادف لعنتی پیش اومد و خونمون سود و کور شد. سارا الان حدود 1 ماه که حرف نمیزنه. اون دچار شوک شده. هر کاری که کردیم خوب نشد. منزوی شده، مدرسه رو نمیتونه تحمل کنه و نمیخواد بچه‌های همسن سال خودش رو ببینه. فکر کردم اگر ساعتی رو تو اتاق قدیمیش بگذرونه شاید بتونه کمکی به این ماجرا بکنه. منتها اگر شما ما هر کمکی از دستمون بر بیاد مضایقه نمی کنیم آقای صابری. فکر خوبی کردین نه بچه؟ بله مطمئن باشیم با مجید کوچولو بهش خیلی خوش میگذره. مجید کوچولو؟ آره این اتاق الان مال اونه. اما میدونی که همونطور که گفتم اون نمیتونه بچه‌های همسن سال خودش رو تحمل کنه. یعنی خدایی نکرده بچه‌ها مسخرهش میکنن؟ مجید نه اتفاقا دوستش دارن اما میدونی که خودش نمیخواد. متوجهیم. خب آقای صابری ما از مجید کوچولو میخوایم که برای یه مدت اتاقش رو در اختیار سارا بذاره. اونم حتما قبول میکنه. بهتره سارا بیش از این منتظر نمونه. پس با عزت. خواهش میکنم. منتظرتون هستیم. الان میام خدمتتون. آخه تفلکی. آره تفلی. مجید کوچولو. آره مجید کوچولو کجاسی؟ باید الان تو اتاقش باشه. ولی حالا اونو چجوری راضیش کنیم؟ ببینید بچه‌ها نباید بذاریم از وجود دختر بویی ببره اصلا. آره. بچه‌ای ها مگه ممکنه؟ نه اصلا ممکن نیست. حالا نگران نباشی. اونش به عهده من. چجوری؟ خیلی خب به عهده توشه. عجب دختر جوبیه. مجید بیام کمک. نه آقایی
رضا میمون داریم؟ مجید کوچولو مهمون، بعدم برو تو اتاقم باهات کار دارم. بار داری؟ وجدانی من خستم. بار نکار، وقتی هم یه چیزی بهت میگم بگو چشم. خشم. رضا بیا اومدم. رفتی ها؟ باشه من نفتم. این ساراست. آخی به سارا خانوم. سارا کوچولو گل دختره. بفرمایید تو، بفرمایید. سارا جون اینجا رو یادت میاد؟ خونمون، خونه قبلی، اتاقت. منو نمیگه اتاقت این. خدا رو شکر اتاقشو تشخیص داد. ببخشید مگه حافظش من از دست داده؟ مجید آخ ببخشید، منظورم اینه که چه خوب تشخیص داد. من خودم میدونم بچه بودم اصلا تشخیص میدم حافظه رو. خب دیگه با عزتون من مرخص میشم. 1 ساعت دیگه میام دنبال سارا. کجا؟ مجید منظورم که کجا تشریف بریم برسونیمتون؟ با آقای گلابچی سر میزنم، دلم براشون تنگ شده. آقای گلابچی نخند آقا، مواظب باشین زیاد پیشش نخندی. خب خدافظ. خدافظ. چه زوری. ورزشکارم پسر. بابا شستم. پیداش کردیم؟ نه مگه تو نگفتی از اتاقش اومد بیرون؟ چرا؟ خب شاید دوباره رفته تو اتاق فکر میکنم. ها راست میگی. شما اینجا باشی من درستش میکنم. وایسا من خودم میرم. چه فرقی میکنه؟ راست میگه، چه فرقی میکنه؟ اصلا خودم میرم. نه به هیچ وجه اصلا. بچه توجه کنی که این دفعه قضیه مجید کوچولو نی، قضیه دیگه است. قضیه یه دختر کوچولو معصومه که به کمک من نیاز داره. حالا چرا به کمک تو؟ راست میگه، چرا به کمک تو؟ شاید به کمک من احتیاج داشته باشی. آقا اصلا قرعه کشی میکنیم؟ من قبول دارم. اما این عادلانه نیست. هست. خب باشه قرعه کشی کنه. میمونمونه. سلام. سلام بره کوچولوی معصوم دوست داشتنی. اون وقت سلام آبی مکرر آسمانی. وای اسکی خراب کردم. بریم بالا با توت میدونن تو خر. آقای داشتی توپ بازی میکردی سارا؟ بابا توپ بازی که مال پسراست. ما خیلی کارهای دیگه میتونیم بکنیم. مثلا بشینیم و هم حرف بزنیم. چطوره؟ من که حاضرم. بیا دیگه، بیا بشین کنار من. میدونم خیلی حرف برای گفتن داری مگه نه؟
نشد بازم. حالا چیکار کنم؟ دلت میخواد برات قصه بگم سارا؟ من انقدر قصه بلدم. ببین جوجردک زشت رو بلدم، چوپان دروغگو رو بلدم، شنگول و منگول پی انگورم بلدم. طفلکی بیچاره هیچ چیز براش مفهومی نداره. چقدر دلم میخواست بغلش کنم، های های گریه کنم. بره چی شد معصومه؟ ببین معصومه جون، دیدی گفتم کارو باید به چی گفتم؟ به اهل سپرد. با اجازه. سلام سارا خانم. برم پایین تو یکی دیگه نشسته رو ساخت. حالت خوبه؟ توپ موافقی یه دست گل کوچیک بزنیم؟ آره؟ خیلی خب باشه شروع کنیم. خیلی خب بازی آغاز میکنیم. در همین ابتدای بازی مارادونا توپ رو تصاحب میکنه. حالا مارادونا ضربه‌اش رو میزنه. بقیه بازی رو همکارم گزارش میکنه. با عرض سلام، دست همکارم درد نکنه، بازی گزارش کرد. خیلی ممنون. خب بازی رو دوباره آغاز میکنیم. مارادونا توپ رو پاس میده به ماتوس برای خداد عزیزه. حالا خداد عزیزه گل شد. یاد گرفتی؟ آره سارا. خیلی خوب حالا دوباره بازی آغاز میکنیم. علی دایی برای استاد اسدی. چه اینجوری شد؟ خیلی خوب حالا دوباره. حالا پاس برای سارادونا. بنداز سارا. بنداز دیگه. چرا نمیندازی؟ سارادونا چیه؟ سارادونا اعتراض داره. بگو اعتراض تو. بگو دیگه. خب تو دلش گفت اعتراضشو سارادونا. خب بقیه بازی رو آغاز میکنیم. حالا جواد زنیچه برای حمید استیلی گل. گریه میکنه یه کمی. بعد خداد عزیزی برای کریم باقری توی دروازه. من میگه توتش رو بگیرم پارا کنم. خب تو گیر میکنه تو دروازه. حالا بیخیال. توپ خودش برمیگرده. من نمیخندی چرا؟ خیلی خوب حالا دیگه یه بازی دیگه. بالانس. من بالانس هم بلدم بگیر از فوتبال. بالانس بزنم برات. نگاه کن. یه بار دیگه بالانس میزنم برات. قشنگ بود نه؟ یه بار دیگه بالانس میزنم. من همه این کارا رو کرده بودم برای مجید کوچولو، خندیده بودم مثل الان تو. نمیخنده که. این یعنی برو بیرون، حوصله‌مو سر بردی. عجیبا اگه الان مجید کوچولو اینجا بود اونقدر حرف میزد تا من از اتاق فرار کنم، ولی اینو کارو باید به اهلش سپرد. اهلش ببینم تونستی مارادونا رو به حرف بیاری؟ مسخرم میکنی؟ نه بابا یک کلمه هم حرف نمیزنین. روشت غلط بوده نه؟ البته روش خیلی مهمه دوست من. خب حالا شما اجازه بفرمایید. من
سلامی چه بوی خوش ناشتایی. چه افتضاحی کردم، خدا بگم چی کارت نکنه مجید کوچولو. ببخشید، آشنایی. سلامی چه بوی خوش آشنایی. خب به نظر من بعضی وقتا بچه ها حق دارن که حرف نزنن. خب این که ایرادی نداره. من خودم بچه بودم انقدر حرف نمی زدم. خب ولی هر کاری راهی داره. اینو ما خودمون درست کردیم. اگه گفتی اسم این چیه بپرس تا بهت بگم. بپرس تا بهت بگم اسم این چیه. بپرس تا بهت بگم. نمیپرسی؟ چی؟ تو دلت گفتی؟ آفرین، ببعی. اسم این ببعیه. خب حالا اگه گفتی این ببعیه رو ما چجوری درست میکنی؟ این که ناراحتی نداره، بپرس تا بهت بگم. خب برات مهم نیست؟ اما دیگه باید برات مهم باشه اینا رو ما کجا میسازیم. ببین خیلی جالبه، ما اینا رو توی یکی از همین اتاقا که اسمش گذاشتیم کارگاه میسازیم. جالبه نه؟ تا حالا تو عمرم انقدر کنف نشدم. خب همونطور که گفتم بچه ها حق دارن بعضی وقتا حرف نزنن. جنابالی غلط فرمودین این حرفو میزنیم. اما این کار درست نیستا. ولی ما بچه بودیم اصلا جرأت داشتیم حرف نزنیم. آخه یعنی چی بزرگتر صحبت کنه بچه بر نگاه کنه؟ اوه زیب داره این، چه با من. آخ این چقدر قشنگه. خب ببین اگه دلت خواست یه سر به ما توی کارگاه بزن، خوشحال میشیم. فعلا لااقل یه دست تکون بده. خرم دالون شد. چقدر دود زدن تو خرم پیچ میره. شاخ هر کی رسید یه سود زد به این توته. همشم خورد به خرم. آی خرم، شاخ خرم، آش شاخ. خرم زرد میکنه. جلو قسم من مجید کوچولوه، قسم تو هم داراست. میدونم آش خرم. آی دالون شدم. قاقات کجا رفت؟ اون نمیخواد بیاد با توت بزنه تو خرم. خدا رو شکر. اینجا اجاق منو میبینی؟ اجاقمو ببین. دارو مشنگ نه؟ اینا ساختمه. دیدم اومدی
گفتم آخشون با من قاضی میکنی. برای همین سود قایم شدم. من انقدر قاضی کردن و پوست دارم، ولی مگه اینا گذاشتن؟ ای اومدم قو، ای رفتم بیرون، ای اومدم قو، ای رفتم بیرون، ای اومدم قو، ای رفتم بیرون. بابا خوب نمیخواد برف بزنه. وقتی من برف میزنم ای میگن مجید انقدر برف نزن، مجید انقدر برف نزن. حالا هم که یکی برف نمیزنه ای میگن برف بزن، آبی مکدر، دری و کوچولو. عجب گیری افتادی وجدانی ها. واقعا نجیبه. چی میگی تو؟ من که اصلا هیچی نمیفهمم. اونو از اول بگو. همینقدر که یه مدت تو اتاقش بود کافیه. اگر قرار بود نتیجه بده خب تا حالا باید حرف میزد. آقای صابری ما همه تلاشمونو کردیم، منتها محبت کردیم. نه بابا حرفه نفر بعد که توش غذا میریزن سارا خانم. نه خیلی اون ظرفه ظرف. تو چرا همه چیز غلط میگی؟ شنیدین؟ حرف زد. حرف درسته یا صرف؟ وقتی آدم صحبت میکنه مگه بهش نمیگن داره حرف میزنه؟ حرف درسته دخترم، حرف. همون کاری که تو الان انجام دادی. دیدی من درست گفتم مجید کوچولو؟ بابا مجید کوچولو میگه صرف. نه صرف. مجید کوچولو اون حرفه، اینقدرم حرف نزن. صرفم یعنی وقت تلف کردن که تو وقت همه ما رو گرفته. لکلی اون که زمستوناست اما صرفه، لباسیت میپوشیم صرفا نخوریم. عجب عجوبه ها، اون سرده بابا جون، سرد. تمنا میکنم سرد که شما سردید. بله؟ نخی بابای من درد. سارا جون تو دیگه چرا؟ بابای تو مرد که یه رنگه. نه آقای کوچولو اون زرده بابا جون، زرد. راست میگه. اجازه بدین مشکل حل شد. اون زردالوه. این چقدر پرته. چی داری میگی رضا؟ چرته. چیه؟ چرته دیگه. نه آقا جان. بله اون شرط. نه حال مجید یکیه. اون برفه. نه خیر اون پرته. زردالوه. صرفه. اون شرطه. پرته. نه برف مجید کوچولو. برفه. من میگم. دیدی بالاخره برف اومد. ما اینیم دیگه.